حال هم یک خبر از جهان ورزش. اشتراک یک بازیکن افغان در مسابقات دوش ماراتن انگلستان قرار است. مسابقات دوش ماراتن در آخر ماه جاری میلادی در شهر لندن انگلستان برگزار گردد، اما موضوع جالب در این مسابقات اشتراک بازیکن افغانی است که هر دو چشمش نابینا است. ولی محمد حسین خیل بر اثر یک انفجار در افغانستان از هر دو چشمش بینایی را از دست داد که در حال حاضر در شهر لندن انگلستان زندگی می کند. ولی محمد حسین خیل 31 ساله در سال 2009 میلادی در هلمند بر اثر یک انفجار زخم برداشت. با آنکه وی بینایی هر دو چشمش را در این حادثه از دست داده بود، اما در بیشتر مسابقات دوشت اشتراک کرده است. حسین خیل میگوید زمانی که بینایی چشمهایش را از دست نداده بود، یکی از بهترین بازیکنان ورزش بوکس بوده و آرزو داشت تا در این عرصه مدال‌های طلا را کسب کند. اما ولی محمد حسین خیل با مصدومیت از ناحیه هر دو چشم تا هنوز شکست را نپذیرفته است. هیواد ته د خدمت پر مهال مې دواړه سترګې ړندې شوې او ډېر سخت ټپي شوم. وروسته له هغې ډېر زیات مشکلات سره مخ شوم، خو د وطن د مینې احساسات مې دومره نه دي کمزوري چې د هیواد او ولس د خدمت څخه لاس پر سر شم. قرار است مسابقات دوش ماراتن لندن در فاصله بیش از 40 کیلومتر برگزار شود. در این مسابقات در حدود 40,000 ورزشکار از کشورهای مختلف اشتراک خواهند کرد و انتظار می رود این فاصله را در 2.5 ساعت بپیمایند. اشتراک ولی محمد حسین خیل به خاطر جالب به نظر می رسد که بجز از وی تمام اشتراک کننده های این رقابت افراد دارای بینایی هستند. د لندن په دغه لوبو کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه 40,000 تنه د 2 کیلومتر نه درېدونکي ځغاستې سیالۍ کې به ګډون وکړي. ولی محمد باشنده اصلی ولسوالی بگرامی کابل است، اما پس از معلولیت در انگلستان زندگی می کند. قرار است حسین خیل پس از مسابقات ماراتن در مسابقات اینوی کوست در سال 2020 نیز اشتراک کند.